خیلی خوش اومدید آقای دکتر عباس آخوندی به برنامه برخورد. من میخوام یه سری گفتگوها انجام بدم یا یک سری میزگردها انجام بدم با این مضمون که آینده ایران یا آینده پیش روی ایران به چه شکلی خواهد بود. همونطور که میدونید الان وضعیت خیلی فرق کرده، حتی با 3 ماه گذشته در واقع با تغییر شرایط منطقه‌ای وضعیت کشورهای منطقه هم به نوعی تغییر کرده که ایران هم از این قاعده مستثنا نیستش. طبیعیه وقتی که ما از آینده ایران صحبت میکنیم بیشتر از هر چیزی در واقع این توافقنامه 20 ساله که بین ایران و روسیه داره منعقد میشه که بعد از 20 سال به طور خودکار هر 5 سال میتونه تمدید بشه، در بحث ما نقش مهمی داشته باشه. مضافه بر این که این توافقنامه به نوعی توافقنامه چند جانبه است که حتی در مورد مسائل امنیت داخلی و امنیت خارجی هم توش بحث‌هایی شده و مهمتر از همه این که در این توافقنامه بندی وجود داره که میشه اینطوری تفسیر کرد که اگه تفسیر غلطیه شما بفرمایید که تفسیر نیست، که هر کدوم از طرفین هر وقت که بخوان به صورت یک طرفه میتونن از توافق خارج بشن. با این روی کرد نگاه شما یک به آینده ایران چیه؟ دو به این توافق چیه که خیلی نقش مهمی میتونه در آینده ایران داشته باشه و مهمتر از همه اگر مایل بودید در مورد اون توافق در واقع کشورهای خلیج فارس، حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و اروپا هم اگر که به نظرم اونم توافق خیلی مهمی بود که در واقع فقط یک بند از اون قرارداد که در مورد جزایر سه‌گانه بود مطرح شد، در صورتی که به نظرم اون بحث جزایر سه‌گانه یه بحث در واقع یه جوری تبلیغاتی و یک جوری به اصطلاح دل به دست آوردن کشورهای حوزه خلیج فارس بودش، اما بندهای مهمتری هم تو اون قرارداد هست. پس میشه 2 تا قرارداد مهم بسته شده، یکی قرارداد مهم بین کشورهای عربی و اروپاییان و یکی هم که الان در واقع بین ایران و روسیه. فکر میکنم بحث مفصلیه که من دیگه همه رو توی یه پکیج خدمت شما عرض کردم. بله، اولا خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی بهروزی دارم. نکات خیلی متعددی رو شما گفتید، حالا در صورت بخوایم بحث رو ادامه بدیم باید به تدریج متمرکز بشیم روی چند نکته خاص که بتونیم به نتیجه برسیم. همچون که گفتید آینده ایران هم بستگی به تحولات بین‌المللی داره که در حال رخ داده در سطح جهان و توافق‌ها و عدم توافق‌هایی که در حال شکل گیریه و هم بستگی داره به استحاله جامعه ایران که جامعه ایران کاملا استحاله شده و در حال حاضر با یک سیستم حکمرانی که به نظر من از تاریخ بیرون افتاده در واقع داره ادامه پیدا میکنه و تضاد بین ماهیت استحاله جامعه ایران و سیستم حکومتی هم خودش یه بحث بسیار بسیار پیچیده است که نیاز به جای بحث خیلی خیلی فراوان داره. بنابراین بحثی که مطرح کردید یک سوال نیست، 10 ها سواله که خب اگر بخوایم راجع به هر کدومش بپردازیم ساعت‌ها وقت میگیره. ولی فعلا اجازه بدید برگردیم به بحث این توافقنامه‌ای که بین ایران و روسیه امضا شد. نکنید این توافقنامه ظاهرش یه عهدنامه است و ساختارش در قالب عهدنامه است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و پارلمان روسیه برسه و به صورت عهدنامه الزام آوره. ولی محتواش عرض خدمت شما بیشتر حالت یادداشت تفاهمیه. محتواش عرض خدمت شما که محتوای خیلی قرص و محکمی نیست، همه چیز رو موکول کرده به توافقهای بعدی و عرض خدمت شما که قواعد بین‌الملل و نکته بسیار مهمی هم که تو عهدنامه هستش که تو این نیست، بحث نحوه حل و فصل اختلافاتی که راجع به حل و فصل اختلافات هم در واقع هیچ داوری در نظر نگرفته. بنابراین ساختارش ساختار قرص محکمی از جهت عهدنامه بودن ولی محتواش محتوای
خیلی قرص و محکمی نیست و در واقع برای روسیه هیچ تعهدی رو در برابر ایران ایجاد نمیکنه. فرض کنید اگر ایران توسط اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، روسیه هیچ وظیفه‌ای برای دفاع از ایران نداره. بنابراین ظاهرش که عهدنامه است، ولی بیشتر که عرض خدمت شما که یادداشت تفاهم. این یک نکته بسیار مهمه. نکته دیگری خب راجع به این موضوع میشه مطرح کرد که خب این شما از منظرهای مختلف میتونید نگاه بکنید. یکی از منظر اولویت‌های روسیه، یکی از منظر اولویت‌های ایران، این دو تا مسئله. یکی زمان انجام این بحث است، این هم نکته مهمی است. از جهت زمان به نظر من این یک پوست خربوزه‌ای بود زیر پای آقای دکتر پزشکیان و خیلی از نظر من جای تعجب بود که ایشون دقیقا یک روز قبل از سوگند یاد کردن آقای ترامپ آمد همچه عهدنامه رو رفت امضا کرد. چون که میگن این عهدنامه مذاکراتش چه از 1398 شروع شده، این در واقع چیز حدود 5 ساله در حال مذاکره است. خب میتونست امضاش هم یکی دو ماه عقب بیافته. اینکه دقیقاً روز قبل از آمدن ترامپ این امضا شد یه چیز شگفتی است. خب از جهت اولویت‌های ما الان در موقعیتی هستیم که در اصل نیاز داریم، نه که ما نیاز داریم، مثلا جهان نیاز داره که عرض خدمت شما که سطح تنش در منطقه کاهش پیدا بکنه. خب ما مسئله که تنش ما با کجاست الان؟ تنش ما عمدتاً با امریکا و اتحادیه اروپا است. رفتن یه رو قبل از سر کار آمدن ترامپ امضای این عهدنامه نمیدونم کمک میکنه به کاهش سطح تنش یا میتونه سطح تنش رو افزایش بده. بنابراین زمان ارشد امضای این عهدنامه به نظر من که خیلی خیلی بد انتخاب شد. چون فکر کنم از مقامات رسمی هم سوال کردن که چرا امروز امضا کردید، گفتن خب مثلا چندین ماهه که این در حال مذاکره است. خب میتونست چندین ماه دیگه هم ادامه پیدا کنه. در واقع این پاسخ درستی برای این پرسش نیست. بنابراین اگر این رو در نظر بگیریم به نظر میرسه که از جهت زمان یک بازی است که روسیه با کارت ایران انجام داده. یعنی در واقع خب قاطعاً یکی از مسائل ترامپ حل مسئله اوکراینه و دقیقاً یه روز قبل از اینکه ترامپ بیاد سر کار در واقع روسیه به هر شود امریکا نشون داده که من هنوز میتونم با کارت ایران بازی بکنم. خب میدونیم که روسیه دنبال اینه که در واقع یک جبهه‌ای رو در منطقه تشکیل بده که خب جبهه از نظر ما قطعا خلاف منافع ملی ما هستش. در واقع بحث بلاروس و عرض خدمت شما که توافقنامه‌ای است که روسیه با بلاروس با کره شمالی امضا کرده و همچنین بحثی که با ایران و چین داره. قرار گرفتن ایران توی همچه کمپی هیچ کمکی به تامین منافع ایران نمیکنه. خب ما میدونیم که چین اساساً توی مسائل امنیتی یک وضعیت غیر متعهدانه‌ای به همه داره، چون مسئلهش مسئله ارشد توسعه اقتصادی و بنابراین از حیث امنیتی به هیچ کشوری کمک نمیکنه و به هیچ وجه خودشو درگیر با اتحادیه اروپا و درگیر با ارشد خدمت شما که امریکا نمیکنه. ما توی این مقطع اتفاقا نیاز داشتیم که بریم تنش زدایی کنیم با اتحادیه اروپا. در وقتی که ما نیاز به تنش زدایی با اتحادیه اروپا داشتیم، امضای همچه عهدنامه‌ای در واقع از نظر من از جهت زمانبندی بسیار بسیار مورد تردید و مورد سوال. نکته بسیار مهمی که توی این زمینه وجود داره، از خود عهدنامه مهمتر موضوعی است که در واقع بلافاصله اتحادیه اروپا گرفت و در واقع این عهدنامه رو تهدید خودش تلقی کرد که اینا در صورت
نکته بسیار قابل تأملی است که نشون میده زمانبندی کاملا مسئله داره. خب حالا این از جهت زمانبندی که خب خیلی مسئله مهمی است و از جهت کاهش شدت تنش بحث بسیار مهمی است. این که آیا این عهدنامه بده؟ نه، یه عهدنامه است. در واقع این عهدنامه نیست، یه نوع دستور کار همکاری دراز مدت بین ایران و روسیه است. این قبلا هم بوده، یعنی ما 1372 هم داشتیم یه همچین چیز 10 ساله‌ای، البته نه به این جامعیت، خیلی محدودتر شد. در 1372 هم دوره های خاتمی داشتیم. یه 1000 فکر می‌کنم 368 هم فکر می‌کنم آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم هاشمی رفسنجانی چیز محدودتری رو امضا کرد. در صورت اینکه ما با روسیه یه دستور کار همکاری داشته باشیم چیز بدی نیست، یعنی در واقع کلیتش چیز بدی نیست، ولی باید بدونیم که در واقع اولویت‌های این دو کشور اصلا یکی نیست. فهم من اینه که روسیه در واقع توی منطقه ما در واقع یه دوگانه بازی میکنه. همکاری‌های اقتصادیش رو میره با کشور خلیج فارس انجام میده، شورای همکاری خلیج فارس و جنوب ایران، و از کارت ایران به عنوان کارت امنیتی بازی میکنه و برای اینکه بتونه توی این وسط بازیگریش انجام بده، خب دیدیم که در قراری که با عرض شورای همکاری خلیج فارس گذاشتن، عرض خدمت شما که بحث جزایر سگانه رو حق رو دادن به جانب شورای همکاری خلیج فارس. بنابراین تو اونجا در واقع در معامله با اونا از کارت ما استفاده کرد. یعنی در واقع این نکته بسیار مهم است. همین بحث راجع به چین هم داریم. خب چین هم در واقع توی این قصه به نفع شورای همکاری خلیج فارس عمل کرد. درسته که اینا بیشتر جنبه موضع گیری داره و جنبه ارزش عملیاتی نداره، ولی در هر صورت نشون بده اولویت این کشورها در واقع اهداف و اغراضی که پشت این توافقنامه هست. در هر صورت این یک توافقنامه است که یک دستور کار همکاری رو نشون میده، ولی در زمانبندی بسیار بسیار بد به نظر من و دقیق نبودن عرض مسائل و تعهدات و نحوه عرض داوری. در هر صورت در دو مسئله بسیار مهمی که ما داریم، هم شورای همکاری خلیج فارس، هم مسئله تجاوزهای اسرائیل، قاعدتاً روسیه توی این عهدنامه هیچ تعهدی رو برای خودش نپذیرفته که از ایران دفاع کنه. بنابراین بیشتر عرض خدمتش جنبه چیز داره، یه جنبه ابراز حسن نیت برای همکاری، ولی نه تعهد جدی به نفع ایران. ولی خب از اون ورش روسا به خوبی از این کارت به نفع خودشون در آغاز آمدن ترامپ به قدرت دارن استفاده میکنه و در واقع حالا هم اوکراین رو دارن برای چانه زنی و هم یه کارت ایران رو هم دارن که در واقع بازندش به نظر من ما هست. نکته بعدی اینه که خب حالا اینا در واقع توی بستر کلی‌تری می‌خوایم نگاه بکنیم. اون بستر کلی‌تری که ببینیم تو منطقه چه اتفاقاتی داره رخ میده، که حالا در واقع بحث همکاری ارشد خدمت شما که اتحادیه اروپا و بحث شورای همکاری خلیج فارسی که خب میتونیم حالا بعد از رفت بدل یک پرسش و پاسخ به اون بپردازیم، وارد جزئیات اون بشیم، چون کنم خیلی به نظر من مهمه. و یکم در واقع آمدن ترامپ و در واقع تغییری که اساساً در بازی‌های بزرگتر جهانی رخ میده که باید ماهیت اون تغییرها رو هم یک کمی راجبش گفتگو کنیم که چه تغییراتی در حال اتفاقه. آیا فقط یه رئیس جمهور تو امریکا داره عوض میشه یا یک تغییرات در واقع ژرف‌تری در سیاست جهانی در حال رخ داده؟ اونم یه نکته بعدی است که باید راجبش بحث کنیم. حالا ببینیم ایران تو این مجموعه کجا قرار میگیره. به توافقنامه ایران روسیه از منظر نگاه داخلی هم میشه بهش نگاه کرد. در هر صورت از نظر نگاه داخلی بندهای از این عهدنامه
که برمیگرده به همکاری‌های اطلاعاتی، برمیگرده به همکاری‌های امنیتی، برمیگرده به همکاری‌های نظامی. در هر صورت با توجه به سوابق روسیه مخصوصا در جنگ جهانی دوم در ایران و تاریخچه روابط ایران روسیه، در هر صورت با بدبینی‌های خیلی خیلی جدی تاریخی همراه هستش که در صورت اندیشمندان و ایرانی‌ها اساساً نسبت به این نوع توافقنامه‌ها و عهدنامه‌ها هیچ خاطره خوشی ندارن و از اینا میتونن در واقع در داخل در واقع یک نوع ارزیابی منفی و برداشت منفی داشته باشن. ببینید آقای دکتر، بحث‌های زیادی رو در واقع شما مطرح کردید که میشه در واقع پرسش به صورت پرسش اینا رو در آورد. یک، به نظر من گرانیگاه این بحث میتونه اصلا اومدن ترامپ باشه، چون اومدن ترامپ در واقع یه جوری نقشه همه چیز رو به هم میزنه. حتی اگر ما بخوایم در مورد اون قرارداد بین اروپاییان و در واقع کشورهای خلیج فارس صحبت بکنیم، باز نقش ترامپ مهم خواهد بود، چون ترامپ خیلی روی خوشی به اروپاییان نشون نمیده، مثلا شبیه دموکرات ها. در واقع برخورد آقا منشانه‌ای داره و یه موضع بالایی نسبت به اروپایی‌ها داره و همواره میگه هزینه کارهایی رو که خودتون میدید و سودش به نفع شماست رو خودتون باید بپردازید. این نکته‌ای که با اومدن ترامپ خیلی تاثیر داره و مهمتر از همه این که این اومدن ترامپ رو ما باید گرانیگاه قرار بدیم، بر اساس این بحث‌های قرارداد رو هم پیش ببریم. اگر بخوایم در مورد قرارداد ایران و روسیه صحبت بکنیم، قرارداد که نه عذر میخوام، در واقع این توافقنامه ایران و روسیه چرا از جهت حقوقی اسمش گذاشتن عهدنامه دیگه میشه قرارداد. بله، بخوایم صحبت بکنیم در واقع آیا ایران هم تو این چیز منتفع میشه؟ یعنی آیا این یک نوع فشار به امریکا هست به عنوان یک پیامی که ما میتونیم بیشتر بریم به سمت روسیه که اونا رو در واقع یه مقدار تحت فشار آیا میتونن به عنوان یه اهرم فشار از این قضیه استفاده بکنن یا نه؟ مضافه بر این که من میدونم شما مجموعاً خیلی به روی کرده در واقع روی کرده شرق نگرانه ندارید، نه اینکه مخالف باشید، در واقع روی کرده به اصطلاح همه جانبه و فراگیر دارید نسبت به ارتباط ایران با دنیا. میشه اینا رو بحث کرد. این یک، اومدن ترامپ. دو، قرارداد اروپایی‌ها با کشورهای عربی در واقع چه تأثیری در سرنوشت ایران داره در این شرایط جدید، و توافقنامه ایران و روسیه بالاخره آیا به نفع ایران هم هست یا نه، حتی به لحاظ تبلیغاتی. خب ارشد به لحاظ تبلیغاتی که حتما به نفع نیست، عرض کردم که بلافاصله ارشد هم در داخل ازش استقبال نمیشه توسط در واقع افکار عمومی ایران. حالا ممکنه یه عده‌ای در قدرت حمایت بکنن و در غرب هم که در واقع ازش به نحوی به عنوان تهدید ازش تلقی شده است. این که پاسخ آخر. و ما در ارتباط با بحثی که در ارتباط با آمدن ترامپ است، نکنید آمدن ترامپ رو دو جور میشه بحث کرد. یکی شخص ترامپه، یکی در واقع یک ایده‌ای به نام ترامپیسم. در صورت ایده ترامپیسم یه ایده است که در واقع در جهت مغایرت و در واقع مخالفت با جهان لیبراله. یعنی آقای ترامپ اساساً با جهان آزاد موافق نیست. خب ما در واقع از 1985 به این سو بحثی که در دنیا بود که ما در واقع میریم به سمت جهانی شدن و مفهوم جهانی شدن هم در واقع آزادی حرکت بود. آزادی حرکت انسان، آزادی حرکت پول، آزادی حرکت سرمایه، آزادی حرکت کالا، آزادی حرکت انسان، دانش و ارشد نمادها. در واقع آزادی حرکت و لیبرالیسم به قول معروف اون بحث اصلی بود. و ارشد خدمت شما که امریکا هم خودش رو حداقل از جهت تبلیغاتی میگم من در واقع نگهبان جهان آزاد هستم و در واقع من کارم اینه که از این جهان آزاد نگهبانی کنم. این حداقل موضع تبلیغاتیش بود. در عمل اینجوری نبود که خب موارد نقض خیلی
زیاده، ولی در هر صورت از جهت ایدئولوژیک این ایدئولوژی رو تعقیب میکنه. ترامپیسم بحثش اینه که اساساً یک دور برگردونه توی سیاست امریکا. کمتر کسی به این داستان بازش کرده از جهت تئوریک. از جهت تئوریک نظر من اینه که در واقع ترامپ داره برمیگرده به نئومرکانتالیسم، برمیگرده به شرایط پیش از جنگ جهانی دوم. یعنی ترامپ خیلی در عقب برمیگرده به اوضاع احوال 1930 و اوایل 1940. یعنی به اون زمانا داره برمیگرده. افکارش افکار بسیار بسیار مرتجعانه. حالا فارغ از بحث شخصش رو میتونیم جداگونه بحث بکنیم، ولی از جهت ایدئولوژی اینطور نیست که ما تو ایران میگم مثلا این مرد دیوانه است. نه، همچون خیلی هم دیوانه نیست. داره یک نظریه است که نظریه اینا برمیگرده به هرچه خدمت شما که نئومرکانتالیسم که برمیگرده به شرایط پیش جنگ جهانی دوم. اگه دقت بکنید ایشون در واقع شعارش چیه؟ تمام شعارش ضد هرچه خدمت شما که جهان لیبراله. مسئلهش با مهاجرت نیروی کار و نیروی انسانی مخالفه، چون که اساساً تردد آزاد انسان‌ها رو قبول نداره و در واقع بیشترین مشکل رو روی تردد ایجاد میکنه. میگه هیچ لفظی و هیچ کلمه‌ای مقدس‌تر از تعرفه نیست. تعرفه یعنی چی؟ یعنی در واقع ایجاد مانع برای حرکت کالا و سرمایه. بنابراین اینم کاملا ضد جهان لیبراله. بحث سومش اینه که اساساً نیروی دفاعی رو کالای قابل فروش میدونه. به اتحادیه اروپا میگه خب خیلی خوب، میخواید نیروی دفاعی داشته باشید، من به شما میفروشم. یعنی در واقع اساساً بحث مفهوم همکاری و امنیت جهانی براش مسئله ثانوی است. همون که وقتی میگه اول امریکا، یعنی در واقع کاملا ضد جریان گلوبالایزیشنه و در واقع با جریان جهانی شدن مشکل داره. تو بحث ارشد شبکه ها هم این مشکل رو داره. تو بحث ارشد حرکت دانش هم این مشکل رو داره. خب تو جریان جهانی شدن میدونیم که در واقع بخش خدمات سهمش تو جهان به شدت افزایش پیدا میکنه. اصلا گرایش این به سمت چیه؟ مانوفکچرینگ و در واقع کار صنعت سنگینه و دوباره برگشته به در واقع تولید فولاد، تولید آلومینیوم و برگشته به اون شرایط پیش جنگ جهانی دوم. و خب میدونید اون دفعه هم که اومد عرض خدمت شما که اولین کاری که کرد این بود که یک تعرفه 25% روی فولاد گذاشت، یک تعرفه 10% روی آلومینیوم گذاشت که هم با چین درگیر شد و هم با عرض خدمت شما که اروپا. توی شرط پیش جنگ جهانی دوم هزینه‌های نظامی به شدت افزایش پیدا میکنه. قطعا در دوره ترامپ هزینه نظامی افزایش پیدا میکنه. یعنی شما همه شرایط رو نگاه بکنید ببینید این یه جریان فکریه و هر چقدر خدمت شما که این جریان فکری به سمت یک نوع مرکانتالیزمه که حتی اگر دقت بکنید در سیاست داخلی امریکا هم ایشون وقتی اومد سر کار دفعه قبل میزان مالیات از 35% برای سرمایه‌گذاران بزرگ به 21% کاهش بده کرد که کاهش داد. حالا میگه از اینم بیشتر باید این کاهش بدیم. یعنی در واقع نتیجه این حرف شکل‌گیری مگا سرمایه‌دارای بزرگ تو سطح جهانی. در واقع خیلی نگاه مرکانتالیستی هستش که باید بهش توجه بشه و توجه هم شده تو جهان. ما تو ایران چون که همه چیز فقط از جنبه امنیت نگاه میکنیم به این جنبه های ترامپ کمتر نگاه کردیم. خب این جنبه های ترامپ مفهومش برای اقتصاد جهان، اقتصاد سیاسی جهان چیه؟ مفهومش اقتصاد سیاسی جهان اینه که در واقع ایشون یک خطر بزرگ برای زنجیره تولیده. وقتی ترامپ سر کار میاد زنجیره ارزش جهانی و زنجیره تولید جهانی به مخاطره قرار میگیره. خب
هم چین تهدید میشه، هم اروپا تهدید میشه و هم کشورهای منطقه ما تهدید میشن از جهت اقتصاد سیاسی. بنابراین آمدن ترامپیسم یه تهدیدیه برای همه این کشورها. اگر دقت بکنید تو هم 1-2 روزی که ترامپ سر کار اومده، مواضع اتحادیه اروپا رو نگاه بکنید چی میگن. هم صحبتی که سران اتحادیه اروپا توی همین داووس که تشکیل شد تو همین 1-2 روز 1-2 شب گذشته داشتن دقت بکنید و هم مواضعشون که گرفتن. همه موضوعشون اینه که ما و صحبتی که مکرون کرد که اروپا باید خودشو و زنجیره تولیدش رو بتونه در برابر ترامپیسم ازش حفاظت بکنه. خب این نکته بسیار بسیار مهمیه و توی داووس هم در واقع از تمام بحثی که داشتن این که در واقع آمدن این شخص به قدرت و رشد ترامپیسم چه تأثیری میذاره روی آزادی اقتصادی در جهان و مخصوصا اتحاد اروپا و اتحاد اروپا چه لطماتی رو میبینه. خب این داشته باشین که بنابراین داستان ترامپ یه بحث شخصشه، یه بخش تفکره. تفکر میشه از نظر من نئومرکانتالیسم، حال که در واقع تجربه جهانی داره، در واقع دوره استعمار پیش جنگ جهانی اول، پیش جنگ جهانی دوم که بالاترین نرخ‌های تعرفه در جهان حاکم بوده و در واقع آزادی مبادله کالا به شدت محدود بوده. خب این در واقع از جهت نحوه تفکره، ولی شخصش بحثایی داره که حالا الان واردش نمیشه. اگه خواسته وارد بحث صفات شخصی و در صورت شخصش هم مهمه با توجه که تو امریکا سیستم ریاستیه، شخص ترامپ هم قدرتمند رئیس جمهور مهمه. بنابراین راجع به شخصش هم با جداگونه صحبت کرد. خب اروپایی‌ها این تجربه ترامپ رو داشتن. خب به خاطر همین تجربه که از قبل داشتن توی 8 سال گذشته، اونا کاملا به فکر این بودن که چگونه بتونن زنجیره در واقع تولیدشون ازش مراقبت بکنن. یکی از اقدامات بسیار مهمی که انجام دادن با توجه به اینکه تأمین انرژی یکی از امنیت انرژی برای اتحادیه اروپا یه مسئله بسیار مهمی هستش، در واقع توافقنامه است که اونا با توافقنامه نیست، بیانیه مشترک سران اتحادیه اروپا و سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستش که در 16 اکتبر 2023 در واقع این بیانیه صادر شد بعد از سالها گفتگو. از محورهای اصلی این بیانیه مشترک که خیلی مفصل حدود 15 صفحه هستش و بیانیه استراتژیکیه و راجع به همه مسائل پرداخته، هم مسائل امنیت، هم مسائل سیاست، هم مسائل اجتماعی، مسائل فناوری‌های نوین، راجع به بحث اقتصاد، راجع به بحث تجارت، راجع به بحث تولید، محیط زیست، به همه چی پرداخته و حرفای خیلی دقیق هم زده. در واقع حرفایی که من خیلی خوبم تو خیلی خوبی از این حرفام نگفته، حرفای کاملا استراتژیک بحث کرده. از جمله بحثایی که کرده در واقع حفظ زنجیره تولیده. لذا در واقع بحث کانکتیویتی، در واقع حفظ ارتباط بین شورای همکاری خلیج فارس و عرض خدمت شما که اتحادیه اروپا رو در همه شکل‌های ارتباطات، همه از ارتباطات دریایی تا زمینی و جاده‌ای تا ارتباطات الکترونیک تا ارتباط تجاری تا ارتباط مالی تا ارتباط تکنولوژیک تا ارتباط فنی تا ارتباط نیروی انسانی آموزش، اساساً مفهوم ارتباط رو گذاشته محور و برای تمام این ارتباطات حتی امنیتی بله مسئله امنیت مفصل بحث کرد. یکی از موضوعات مسئله اصلیش توی این قصه امنیت انرژی. آخر کار 20% درصد خدمت شما که نفت جهان از این منطقه عبور میکنه و درسته که انرژی تجدیدپذیر توی جهان به شدت رو به گسترش، ولی هنوز تا سالهای سال نفت همچنان مهمه. بنابراین راجع به بحث تامین امنیت نفت توی این بیانیه خیلی به خوبی بحث شده. از اون مهمتر در واقع بحث شده که
به زودی یک توافقنامه تجاری شکل بگیره بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس که به یک نحوی مبادله تجاری رو از آنچه که وجود داره که موانع بر اون خیلی خیلی کمه، از این هم موانع رو کمتر بکنه و یک سیستم روانتر برای تجارت بین شورای همکاری خلیج فارس و شاید اتحادیه اروپا در واقع ایجاد بکنه. تو مبادله پول و بحث نظامات سرمایه گذاری راجع به این هم مفصل بحث شده. بنابراین یه بیانیه بسیار مهمیه، هم از جهت اقتصاد سیاسی، از جهت اقتصاد سیاسی برای حفاظت از زنجیره تولید و زنجیره ارزش که خیلی خیلی مهمه، و از جهت امنیتی برای حفظ امنیت انرژی. از جهت امنیت کشوری هم خود در صورت راجع به بحث‌های همکاری با ناتو مفصل و همکاری با اتحادیه اروپا تو اونجا بحث شد و بحث همکاری‌های اطلاعاتی و مسائل دیگه که حالا راجع بهش ورود نمی‌کنیم، اونم در صورت توی این بحث هستش. خب حالا اینو من از نظر اتحادیه اروپا گفتم. کشورهای عربی و کشورهای عرض شود عضو خلیج فارس هم از آمدن ترامپ در 8 سال گذشته عبرت گرفتن. خب اونا هم بنابراین دنبال این بودن که به نحوی میزان شدت وابستگیشون به امریکا کاهش بدن، نه که قطع کنن ولی میزان شدت وابستگیشون رو کاهش بدن. بنابراین ببینیم که تو این 8 ساله توافقای بسیار جدی بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و چین رخ میده و همچنین بحث عرض شود روسیه و همین بحث توافقنامه با عرض خدمت شما که اتحادیه اروپا. بنابراین اونا هم در واقع دنبال چی هستن؟ دنبال تنوع هستن. اونا هم رفتن دنبال تنوع و در واقع به قول فرنگی‌ها دایورسیفای کردن، متفرق کردن در واقع منافعشون و در واقع همه جانبه کردن منافعشون با قطبای مختلف. خب نیا کنید اینجا همینجا این بحث رو مطرح بکنیم. فهمی که توی شورای همکاری خلیج فارس هست تفاوتش با ما. خب توی ایران گفته میشه که جهان از حالت تک قطبی داره خارج میشه و میره به سمت چند قطبی. خب یه حرف درستیه، ولی خب به صورت خیلی ساده انگارانه میگن خب این مفهومش افول امریکاست و مفهومش اینه که دلار داره از بین میره. خب بله، جهان داره از حالت تک قطبی به چند قطبی رشد میکنه، ولی به مفهوم افول امریکا نیست، بلکه به مفهوم ظهور قدرت‌های جدیده. خب حالا اگر بحث ظهور قدرت‌های جدیده، ما تو این وسط باید چیکار بکنیم؟ باید با همه این قدرت‌ها ارتباط داشته باشیم یا بریم توی کمپ یکیشون؟ این اون پرسش اصلی است که وجود داره. قبل از که من پاسخ این پرسش رو بدم، یه نگاهی بکنیم به اندازه ها که اول بفهمیم راجع به چه اندازه ها از جهت اقتصاد سیاسی که صحبت می‌کنیم راجع به چه اندازه هایی داریم صحبت می‌کنیم و بعدش توی انتخاب کمپ ببینیم که ما چه اشتباهات استراتژیکی رو توی ایران در حال ارتکابش هستیم. میزان تولید ناخالص جهانی در کل دنیا چیز حدود 105-6 هزار میلیارد دلاره. خب در سال همین 2023-2024 یه همچون رقمایی هست. سهم امریکا از این چقدره؟ حدود 29 هزار میلیارد دلار. یعنی چیز حدود 28% سهم امریکاست. سهم چین چقدره؟ حدود 18 هزار میلیارد دلار از این مجموعه هستش. بنابراین چین هم حدود 16-17% تولید ناخالص جهانی تعلق به چین داره. سهم اتحادیه اروپا چقدره؟ چیزی حدود 19 هزار میلیارد دلار. برای حدود 18% هم اتحادیه. سهم روسیه چقدره؟ 2000 میلیارد دلار. درست. یعنی سهمش حدود 1.7%. بنابراین از جهت اقتصاد سیاسی اساساً اندازه روسیه تو اقتصاد جهانی تعیین کننده نیست. خب یعنی فقط شما نگاه بکنید به
چین به اضافه عرض خدمت شما که اتحادیه اروپا و امریکا، اینا به تنهایی چیزی حدود 67% این سه بلوک 67% کل اقتصاد جهان در اختیار این هست. روس بیشتر جنبه امنیتی و نظامیش تعیین کننده است. ارزشی در بازار اقتصاد جهانی نداره. در واقع اندازش از هم اندازه حدوداً 2 برابر ترکیه است. خب نصف ژاپنه. یعنی در واقع از جهت اندازه تعیین کننده اساساً نیستش که شما بگید اندازش خیلی اندازه بزرگه. به همین خاطر شما وقتی به شورای همکاری خلیج فارس نگاه میکنید، شورای همکاری خلیج فارس چیکار میکنه؟ میاد ارتباطاتش هم با امریکا تنظیم میکنه، هم با چین تنظیم میکنه، هم با اتحادیه اروپا بیانیه مشترک استراتژیک میبنده و هم از جهت نظامی خودشو در یک موقعیت در واقع ایمن قرار میده، با روسان گفتگو میکنه. خب ولی ما در واقع تصورم برای این که اگه ما بریم با روس مثلا یه بیانیه عهدنامه بندیم، توی این بازی جهانی مثلا توی یک موقعیت ایمنی قرار میگیریم. ما در واقع اساسا توی اندازه شما نگاه بکنید، اساسا اندازه روسیه از جهت اقتصادی که اساسا قابل توجه نیست و به هیچ وجه نمیشه روش حساب کرد. اگر تصور بکنیم که حالا توی این بازی ما چین رو هم داریم، ما اولا فکر میکنیم چین در واقع با ارشد روسیه اتحاد استراتژیک داره. بله، چین با روسیه قرارداد 25 ساله تامین گاز رو داره، ولی آیا تو همین داستان اوکراین چین حاضر شد بره به جنگ اروپا در برابر با ارشد خدمتشون روسیه؟ به هیچ وجه نه. اگه قرار بود چین منافع خودش رو به مخاطره قرار بندازه، میباید در ارتباط با روسیه منافع خودش رو به خطر مینداخت، نه در ارتباط با ایران. یعنی در واقع نکته بسیار بسیار مهمی است که دوستانی که تو ایران دارن بحث میکنن به این موضوع توجه نمیکنن. در صورت نکنید چین سالانه چیزی حدود 600 میلیارد دلار با امریکا روابط تجاری داره. حالا غیر از بحث‌های سرمایه‌گذاری‌های صدها میلیارد دلاری رو کار ندارم که اونا در واقع سرمایه‌گذاری، فقط من روابط تجاری سالانه دارم عرض میکنم و با اروپا چیزی حدود 400 بیش از 400 میلیارد دلار با اتحادیه اروپا در واقع سالانه عرض خدمت شما که مبادله داره. هیچ وقت نمیاد 1000 میلیارد دلار تجارت رو فدای در واقع ایران بکنه یا روس بکنه یا کسی دیگری بکنه. بنابراین چین هم در واقع چیکار به عنوان یک بازیگر اقتصادی، اولا مسئلهش ژئواکونومیه. یعنی در واقع نکته بسیار مهم اینه که تا اطلاع ثانوی فعلا چین درگیر بازی‌های امنیتی نمیشه. توان امنیتی خودش به شدت افزایش میده ولی وارد بازی‌ها نمیشه، چون که فعلا تا اطلاع ثانوی مسئلهش رشد اقتصادیه. بنابراین همه تمرکزش روی اقتصاده و هیچ بازی که اقتصادش رو در واقع مختل بکنه نخواهدش. این نکته بسیار مهم است. این رو هم کشورهای عربی فهمیدن، هم روسا فهمیدن، هم اتحادیه اروپا فهمیده، امریکا هم این بحث رو کاملا میدونه. بنابراین ما باید یک فهم نسبتا دقیق تری نسبت به تحولات پیدا کنیم. بنابراین اگر شما میخواید ایران رو در این وضعیت جهانی براش یک موقعیت یابی بکنید، خب تو این موقعیت نکته بسیار مهم اینه که ایران کجا میتونه قرار بگیره و از این شرایط چگونه میتونه بهره ببره به سمت منافع ملی ایران. یه نکته رو بگم و این بحثم رو جمع کنم. نکته که بسیار مهمی از نظر من اینه که خب این تغییر، یعنی در واقع حرکت از سمت یک تک قطبی به چند قطبی، برآمدن قطب‌های جدید، اینا در واقع به شکل ساده‌ای صورت نمیگیره. در واقع اینا میخوان بیان
با همدیگه این غولا با همدیگه میخوان چیکار کنن؟ رقابت بکنن. این میخواد بده بخشی از بازار اون رو بگیره، اون میخواد بده بخشی از بازار اون رو بگیره. و در واقع این داستان همراه با نزاعهای خیلی خیلی جدی خواهد بود. مثل همین حالا فرق الان با پیش جنگ جهانی دوم وجود سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل، بحث گلوبالایزیشن، در واقع اینترکانکتد، در واقع در هم آمیختگی عرض خدمت شما اقتصاد جهانی که در واقع امریکا ببینه اقتصادش با چین در هم آمیخته است، چین میبینه اقتصادش با امریکا در هم آمیخته است، ضمن که با هم رقابت میکنن، ضمن که با هم دیگه منازعه دارن، در این حال در هم آمیختگی هم دارن. یک نوع عشق و نفرتی الان وجود داره. عشق به بازار همدیگه دارن و نفرت از قدرت همدیگه. در واقع جهان عشق و نفرته و در واقع جهان خیلی پیچیده‌ای الان شده. خب تو این شرایط یکی از میدانهای نبرد کجاست؟ قطعا منطقه ماست. چرا؟ چون که اینجا در واقع بحث هم به بازار مطرحه توی منطقه، هم امنیت انرژی. بنابراین این غولا یکی از جاهایی که با هم درگیر میشن این منطقه است. حالا یه وقتی که ما میخوام بریم زیر پای اون غولا له بشیم، یه وقتی که میخوایم ارتباطمون رو با این غولا تنظیم بکنیم. این نکته بسیار مهمی است که وجود داره. عرب‌ها رفتن دنبال تنظیم ارتباطاتشون با هر 4 تا غول. ما عرض خدمت شما که در یک حیرت استراتژیک قرار داریم. در واقع کاملا در وضع حیرت. گاهی میگیم که باید با همه مذاکره میکنیم، ما با همه خوبیم فلان از این حرفا. گاهی هم مثلا میریم با ضعیف ترین حلقه که در واقع روسیه باشه که سهمش از این 105-6 هزار میلیارد دلار فقط 2000 میلیارد دلار، کمتر 2%، میریم با این در واقع عهدنامه می‌بندیم. در یک حیرت وحشتناکی ما قرار داریم. توی این موقعیت پیشنهاد من این بوده که خب ما قاعدتاً باید بریم دنبال بی‌طرفی فعال. بی‌طرفی فعال من از این جهت مطرح میکنم که ما قاعدتاً باید توی منازعه غولا بی‌طرف باشیم. چه منفعتی ملت ایران داره که ما در واقع بخوایم طرف یکی از غولا رو بگیریم؟ اولا بدونیم که دوران دوران دو قطبی تموم شده. بنابراین اصلا ادبیات دو قطبی که تو بری یا توی کمپ چپ یا بری تو کمپ راست یا بری تو کمپ شرق یا تو کمپ غرب، اصلا اون ادبیات دیگه کارایی نداره. اصلا دیگه شرق و غربی وجود نداره. ما اصطلاحاً فکر میکنیم چین شرقه. نه، چین هم شرق نیست. چین چه شرقیه که بخش عمده تجارت و منافعش توی غربه. یعنی اصلا اون شرق و غرب به مفهوم قبل از فروپاشی شوروی دیگه اساساً دورانش گذشته. اون ولی ما همچنان با تو اون ادبیات دنبال هر شود راه حل هستیم. اون قطعاً هر راه حلی که تو اون ادبیات داده بشه اون راه حل منجر به شکست، هیچ امکان پیروزی اون راه حل نداره. اگر قبول کنیم که اون ادبیات تموم شده، حالا در واقع 4 تا غول دارن با هم دیگه می‌جنگن. ما چه کار باید بکنیم؟ قطعاً هم یکی از آوردگاه‌هاشون و میدان نبردشون توی منطقه ماست. میدان‌های دیگه هم دارن، حالا توی پاناما و چه می‌دونم توی ارصد تایوان و جاهای دیگه هم دارن، ولی یکی از میدان‌های نبردشون همین منطقه است. ما توی این منطقه که اینا میخوان با هم دیگه درگیر بشن، ما چه کار باید بکنیم؟ من نظرم اینه که ما در واقع تو هیچ کمپی نباشیم. ما نباید قمر امریکا بشیم، نباید قمر اتحادیه اروپا بشیم، نه قمر روسیه بشیم، نه قمر چین بشیم. ما باید ایران رو مستقل نگه داریم. این به جهت قمر نشدن. در این حال باید فعال باشیم، با همه‌شون ارتباط برقرار کنیم. هیچ دلیل نداره که یکیشون رو بر دیگری ترجیح بدیم. ما تنها چیزی که برای ما مرجح منافع ملی ایرانه. بنابراین من بحثم اینه که بی‌طرفی در مواضع سیاسی، امنیتی و فعالیت در حوزه اقتصاد با همه‌شون. این در واقع اون چیزیست که من فکر میکنم که
میتونه برای ایران راهگشا باشه و در واقع ایران رو به پیش ببره. ببینید من فکر میکنم که بحثی که مطرح میکنید بحث مهمیه، چون به دلیل اینکه بالاخره این قرارداد اتحادیه اروپا با کشورهای به اصطلاح عربی موجب شده ایران در یه انزوای بیشتری قرار بگیره. در هر صورت و میگیره بیشتر. بله. یعنی اگر بعدها این سیستم اتحادیه تجاریشون را بیفته، پیمانهای عرض شود، آزادی سرمایهشون را بیفته، هی در واقع انزوای ما از جهت اقتصادی بیشتر میشه و ما کوچکتر میشیم. حالا میفهمم به شما آمدم در هر صورت اگر شما اندازه‌های اقتصادی رو نگاه بکنید، در هر صورت اندازه‌های اقتصادی ترکیه، عربستان همه با آمده بالای 1000 میلیارد دلار جی دی پیشون و ما در واقع 408 میلیارد دلاریم. 40%. خب هیچ وقت ما اینقدر کوچیک نبود اقتصاد ایران در برابر به اقتصاد کشورهای همسایه و در واقع این همش ما رو در واقع داره کوچک و ضعیف می‌کنه. بله، من میخوام بگم در واقع یه خطر امنیتی اسرائیل برای ما وجود داره، یه خطر اقتصادی در بغل گوشمون وجود داره، خیلی نزدیک و فاصله به اصطلاح 1 ساعته پروازی. میخوام بگم که در واقع این موقعیت خطرناکیه برای ایران خیلی. و فکر میکنم در مورد این قرارداد اصلا توی ایران صحبتی نشد و تحلیلی نشد و هیچ کدوم از کارشناسا به این قرارداد اصلا نپرداختن. شما چیزی دیدید در این زمینه؟ نه، من اتفاقا ندیدم. به همین خاطرم یه بار خدمت شما عرض کردم، به نظر من این بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس که در 16 اکتبر 2023 مطرح شد، یک بیانیه بسیار بسیار مهمیه و میتونه در واقع آثار خیلی خیلی عمیقی رو عدم تعادل‌های منطقه بذاره و ایران رو در یک موضع عدم تعادل خیلی خیلی شدیدی قرار میده. خب حالا بعدش این داستانایی که بعد از 7 اکتبر رخ داد که این در واقع مزید بر علت شد. به همین خاطر من میگم که اصلا موقعیت ما یه جوریه که گویی ما از تاریخ بیرون افتادیم، یعنی در واقع یه اتفاقات در رخ میده، ما همچنان توی یه عالم رویای خودمون هستیم سیر میکنیم. در واقع به همون من اسم این ورزشی گذاشتم بیرون افتادگی از تاریخ. ما اصلا علازار نیستیم تو تاریخ. ولی شرایط نظر من آماده است برای این بی‌طرفی فعالی که شما میگید، چون بالاخره بعد از اتفاقاتی که توی منطقه افتاده، توی سوریه و حضور ترکیه باعث شده که دیگه در واقع یه تغییر شکلی محور مقاومت پیدا بکنه. دیگه در واقع این محور مقاومت که الان ما باش روبرو هستیم دیگه محور مقاومت 3 ماه پیش 4 ماه پیش نیست، بالاخره یه تغییرات ماهوی کرده. من فکر میکنم شرایط آماده است ما برای اینکه بریم به سمت یک به اصطلاح بی‌طرفی فعال و حیات خلوت هیچ قدرتی نشیم، در واقع نه قدرت منطقه‌ای نه قدرت جهانی. این امکان رو شما چجوری ارزیابی می‌کنید؟ بله، من که کاملا باش موافقم. علتش اینه که من تصورم اینه که 2 تا اتفاق هست. یه اتفاق در سطح جهان بود که صحبت کردیم، یه اتفاق هم در داخل ایرانه. در صورت ایران هم از جهت اجتماعی دچار استحاله کامل شده که ما کمتر بهش توجه میکنیم. یعنی الان این ایرانی که الان هستش با ایران 40 سال پیش اساسا شبیه هم دیگه نیست. خب از جهت ارزش‌های اجتماعی، از جهت ارشد خدمت شما که سازمان جامعه مدنی، از جهت اولویت‌های مردم، شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی، همه سبک زندگی، خیلی چیزا عوض شده دیگه. در واقع اون شرایط 40 سال پیش نیست. بنابراین این تحولات داخلی هم خودش الزاماتی رو داره. اینطور نیست که مثلا داخل کلا همه چی عوض بشه ما در واقع الزاماتش رو بهش بی‌توجه باشیم. مجموعه تحولات داخلی و تحولات خارجی یک فضایی رو ایجاد کرده که همه منتظر یه اتفاقن. خب یعنی با هر جمعی خانوادگی بگیرید تا جمعی سیاسی، اقتصادی، امنیتی، هر جمعی در هر سطحی که تشکیل بشه با هر گرایش فکری، همه میگن باید یه کاری کرد، یه اتفاقی باید بیفته. یعنی در واقع همه میدونن که ما وضعیت عدم قطعیتمون و بی‌ثباتی و ناپایداری روند جاری قابل تحمل نیست. نمیشه که مثلا یک کشوری بیش از 5 سال تورم 45% داشته باشه.
حالا یه سال یه تورم بالا شاید قابل تحمل باشه، وقتی 5 سال شد دیگه در واقع مردم در یک فقر مطلقی قرار گرفتن. حالا دیگه طبقه متوسط ایران از بس دچار فقره دیگه، در واقع یک نوع عصیانگری هم در ذاتش در حال شکل گیری هستش. بنابراین نکته بسیار مهمه که به همه این حرفا توجه کنیم. حالا بحث اینه که یه کاری باید بشه. اون کار بشه چیه؟ رفتن تو کمپ روسیه است، رفتن تو یک کمپ تعریف نشده ذهنی که روسا در حال طراحیشن که با همدیگه خودشون به همدیگه اتحاد چیز ندارن، تعهد ندارن. چین، روسیه، کره شمالی، و بلاروس رفتن توی همچین جایی مثلا کمکی به ما میکنه، یا حتی رفتن توی بلوک امریکا خودش داره نشون میده که در واقع به هیچ ارزش جهانی پایبند نیست، در واقع اونم فقط دنبال منافع امریکاست. بنابراین موقعیتی است که ما در واقع یه تجدید نظر کلی هم راجع به سیاست داخلیمون بکنیم، هم راجع به سیاست خارجیمون. در سیاست خارجی من پیشنهادم بی‌طرفی فعاله که در واقع ما باید اعلام کنیم به نحوی همون ارزش انقلاب که بود نه شرقی نه غربی، حالا نه شرقی نه غربی، نه شرق و غربی که وجود نداره، ولی عدم تعهد به ابرقدرت‌ها. این ما در واقع عدم تعهد رو باید اعلام بکنیم و ما به کسی متعهد نیستیم. عدم تعهد به مفهوم عدم همکاری نیست، عدم تعهد به مفهوم تعهد ندارید به اینکه خودتون رو قربانی کسی دیگه بکنید، تو کمپ کسی باشید، ولی با هم میتونید بر اساس حفظ منافع ملی ایران همکاری داشته باشید. و اما در داخل به نظر من مسئله اینه که آخر کار ما باید از این پدیده بی‌دولتی خارج بشیم، چون مسئله‌ای که وجود داره توی ایران الان هر سیاستی بخواد اتخاذ بشه اساساً حتی همین سیاست رفتن تو کمپ روسیه هم اجرا نمیشه، چون که اساساً یه دولت وجود نداره، دولت‌های متعدد وجود دارن با اولویت‌های متعدد، با نگرش‌های متعدد. بنابراین اساساً مشکل ما تو ایران اینه که امکان اجرای تعهد نداریم، اصلا دولت نداریم. خب چرا دولت نداریم؟ چون که هنوز مرددیم که ما آخر کار ملتیم یا ملت نیستیم و در واقع هنوز یک تعریف اجماعی بین حکومت و شهروندان راجع به مفهوم ملت ایران وجود نداره. تا وقتی که ما نرسیم به یک ملت یک دولت، آخر کار نمیشه که توی یک سرزمین چندین دولت وجود داشته باشه. توی یک سرزمین یک ملت هست که همه تابع اون ملتن و همه شهروندن و حقوق برابر دارن و یک دولت هستش که در واقع نمایندگی میکنه اون ملت رو، در واقع حقوق اون ملت رو در صحنه بین‌المللی تامین میکنه. ما گیر داریم توی این مرحله. بنابراین در داخل هم باید اتفاقات بسیار بزرگی رخ بده. در کنار بی‌طرفی فعال باید بریم دنبال استراتژی یک ملت یک دولت و اینم از اون بحث‌های بسیار مهمی است که کمتر راجبش بحث و گفتگو میشه توی ایران. یه بحث در قالب وفاق میشه، ولی وفاق اساساً به شکلی که داره اجرا میشه در واقع به نحو پذیرش در واقع چند دولتیه، یعنی در واقع پذیرش رسمی چند دولتیه به جای وفاق به مفهوم شکل‌گیری دولت ملی مدرن باشه. وفاق تبدیل شده که بپذیریم که دولت ملی مدرن نداریم و باید پدیده چند دولتی داشته باشیم. خب این قطعا راه به جایی نمیبره و در واقع توسعه ایران رو تضمین نمیکنه، تأمین نمیکنه. اتفاقا سوال بعدی من همین بود. حالا من میخوام از مفهومی که خود شما در واقع به کار گرفتید بی‌طرفی فعال، اون رو تعمیمش بدم به مردم ایران. مردم ایران هم انگار در یک بی‌طرفی فعال دارن زندگی میکنن و منتظرن که در واقع یه جوری ببینن شرایط چی میشه، یعنی هم منفعلن هم در واقع منتظرن و کنشگر خواهند بود. شما فکر میکنید این انفعالی که بی‌طرفی ملت نسبت به دولت خیلی خطرناکه؟ نه. یعنی ما بی‌طرفیمون در صحنه امنیت بین‌المللیه.
در داخل اتفاقا ما باید یه ملتی داشته باشی که به شدت در واقع مشارکت جو باشه در تامین منافع ملی ایران. چجوری میشه این در واقع مردمی که در حالت انفعال به سر میبرن و واژه درستش اینه که در حالت انتظار به سر میبرن بیشتر، چجوری میشه اینا رو وارد یک کنش فعال سیاسی کرد؟ آیا امکانه همچین کاری وجود داره بعد از اتفاقاتی که افتاده؟ از نظر من که وجود داره. نه اولین بحثش بحث نظریشه. از جهت نظری ما آخر کار باید یه ایده‌ای رو به عنوان ایده ایران بپذیریم. آخر کار این ایران چیه؟ اگه ما ایده‌ای رو برای ایران نداشته باشیم، آخر بگیم ایران مثلا عرض خدمت شما که امت شیعه است. ایران چیه؟ یک تعریفی باید از این ایران داشته باشیم. ایران یه کارتوگرافی شکل گربه است. ایران ارشد یک تمدنه. ایران یه سبک زندگیه. ایران یه فلسفه است. ایران یه هویت. ایران یه زبانه. ایران چیه آخر کار؟ در صورت کشورهای جهان توی مدل جدید که در واقع بر مبنای دولت ملت ها تشکیل شده، هر کدومشون یک تعریفی از ملت خودشون دارن دیگه. حالا این تعریف چه به صورت بگیم پروژه ملی گرایی باشه، چه به صورت مفهوم تاریخی ملت باشه که در مورد ملت‌های مثل ما، چین، اینا در واقع ما ملت‌های تاریخی هستیم. ما نیاز به پروژه شوونیستی که نداریم که بخوایم مثلا بگیم شو بدیم که ما ایرانی هستیم. حالا اگر هر شود فرض بکنیم که عراقی که مثلا کلش چند سال تشکیل شده، مثلا 85 سال تشکیل شده، اگه اون نیاز داره که مثلا یک تعریفی بکنه که اصلا ملت عراق چیه، یا مثلا پاکستان چند سال تشکیل شده، 70 سال تشکیل شده، یا مثلا همین سوریه و لبنان که تشکیل شدن بعد از جنگ جهانی اول دیگه تشکیل شدن، یا اردن و از این. اگر این کشورها نیاز دارن به اینکه اساساً بیان ملت تعریف کنن که ملت چیه، ما که نیازی به از بنیاد یک پدیدار تاریخی به این نیاز داریم. ما فقط مشکلمون اینه که توی مقطعی از مفهومی به نام ایران عبور کردیم، عدول کردیم، یه مفهوم جای امت رو جایگزینش کردیم که بعدش دچار تعارضای مختلف با ساختار نظم جهانی شدیم. در صورت ساختار نظم جهانی حالا ما اصلا بگیم ما امت چی هست، فرض کنیم، خب بعدش آخر کار عراق کشور مستقل دیگه. حالا اگر ما هم بگیم که به جایی نمیرسه که، چون ما درگیر میشیم با ساختار نظم جهانی و در واقع دولت ملت های متعددی که اونا در واقع شیعیان توشون حالا یا اکثریتن یا اقلیتن. بنابراین ما آخر کار در چارچوب نظم جهانی باید بپذیریم یه ایده‌ای به نام ایران رو قبول کنیم، در واقع اون پدیدار تاریخی ایران رو به عنوان اون تعریف ملت ایران قبول کنیم. اگر برسیم به این بحث، اون وقت دیگه در واقع تو پدیدار ایران بحث شهروندی بر ارشد هویت دینی غلبه میکنه دیگه. مسیحی هم، ارمنی هم ایرانیه، زرتشتی هم ایرانیه، یهودی هم ایرانیه، سنی هم ایرانیه، شیعه هم ایرانیه. و در واقع ما یک مجبوریم از یک مفهوم جدیدتری استفاده کنیم. وقت در این صورت دیگه ما اساساً طبقه بندی شهروندی نداریم دیگه. در واقع شهروند حزب الله و غیر حزب الله نداریم، همه شهروند ایران هم دیگه. در واقع نمیتونیم شهروندا رو طبقه بندی بکنیم، بگیم شهروند یک و شهروند دو. به محض که رفتید شما تو پدیدار ایران دیگه مفهوم شهروندی شکل میگیره. وقت در اون صورت اون بحثی که شما میگید، یعنی این حس بی‌تفاوتی که الان نسبت به دولت وجود داره، این حس بی‌تفاوتی قاعدتاً باید ازش
میتونیم عبور کنیم، چون که همه حس میکنن که بنابراین میتونن بیان. کسی قرار نیست که در واقع تفتیش عقایدشون بکنه. نکته ما تو قانون اساسیمون تمام مقدمات یه دولت مدرن رو داریم. گفتین تفتیش عقاید عرض خدمت شما که ممنوعه. اینو تو قانون اساسیمون داریم، ولی ساختارمون کاملا ضدش. رفتیم یه گزینش گذاشتیم که اساسا بدترین سیستم تفتیش عقایده. یعنی خب گرفتاری داریم. بنابراین میفرمایید که از من راه حل داره. راه حلش اولش اینه که ما این ایده رو بپذیریم، ایده قانونی رو. اگر ایده قانونی رو پذیرفتیم، بلافاصله باید بر اساس این ایده قانونی در واقع بیاییم با شرایط جامعه استحاله شده خودمون رو تطبیق بدیم. نمونه هاشم حالا دیگه هممون دیدیم. حالا بخوام نمونه انضمامی صحبت کنیم، همین داستان حجاب بود دیگه. خب آخر جامعه استحاله شده دیگه. شما در واقع تو این جامعه استحاله شده، میگم میتونید یک نظریه یک گروهی رو بر یک جمع کثیری تحمیل بکنید. خب نمیشه دیگه. حالا ما قبول داشته باشیم، قبول نداشته باشیم، بنده متدین باشم نباشم، چه میدونم هر چی باشم، مهم نیست. مهم اینه که جامعه شما امکان تحمیل بهش نداری. یا بحث کنید که تو این جامعه استحاله شده که اساساً بر اساس شبکه‌های مجازی هستش، حالا تو بیای در واقع فیلتر بذاری. خب نمیشه دیگه. در واقع هر کاری بکنی نمیشه. اینه که هر خدمت شما که بحث من اینه که قطعاً بحث شدنی هستش، مشروط به پذیرش اون ایده قانونی. بعد از اون ما باید از جامعه امنیتی زدایی بکنیم. یعنی یک جامعه‌ای که همه چیش امنیتیه غیر ممکنه روی توسعه رو ببینه. جامعه باید آخر کار برگرده به شرایط عادی و در واقع عادی سازی جامعه در دستور کار قرار بگیره. من با فضایی که رئیس جمهور ایجاد کرده اصلا مخالف نیستم. یه فضایی که در صداقه پزشکی ایجاد کرده، یه فضای نسبتاً آرام است و اینا، ولی چون که به ریشه ها برنگشته، حس من اینه که اقدامات خیلی خیلی سطحی و روبنایی است. چون که در صورت اصل قصه پذیرش یک ملت یک دولته و چون که پدیده وفاق اصلا با ایده یک ملت یک دولت نه تنها ارتباط برقرار نمیکنه، بلکه در واقع روپوش گذاشتن رو پدیده چند دولتیه یه مدت این روپوش کار میکنه، ولی حتما به شکست منجر میشه. چیز شبیه این در واقع تئوری داگلاس نورسه، در واقع توزیع رانت بین کسایی که در اطراف قدرت، مرکز قدرت قرار دارن و بعیده که این با اون چیزی که ما میگیم منتهی بشه. شاید اون چیزی که ما تو ذهنمون هست باید اتفاق بیفته اصلاحات اقتصادیه و شما رو این اصلاحات اقتصادی خیلی بحث کردید. به عنوان نمونه اگر ما بخوایم اصلاحات اقتصادی صورت بگیره، دو تا اتفاق مهم باید صورت بگیره. یکی این بحث امنیتشه، یعنی یه امنیتی باید به وجود بیاد. یکی سرمایه اجتماعیه. نظر شما در این مورد چیه؟ نکنید اساساً شکل‌گیری سرمایه مادی وقتی امکان پذیره که شما سرمایه اجتماعی داشته باشید. در غیاب سرمایه اجتماعی امکان شکل‌گیری سرمایه مادی وجود نداره. این نکته بسیار مهم است. خب ما وقتی که همه نشانه ها میگه در واقع سرمایه اجتماعی توی ایران به شدت کاهش پیدا کرده، به حالا رقمایی که من شنیدم توی نظرسنجی به حدود 8% و در واقع عدم اعتماد به همدیگه و عدم امید به آینده در همه دستات مثلا روابط خانوادگی بگیرید تا روابط اقتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتی و همه روابط، و این عدم اعتماد در این حد گسترش پیدا کرده، قاعدتاً امکان تشکیل سرمایه مادی و رشد وجود نداره. خب حالا بحث اینه که چگونه میشه در واقع سرمایه اجتماعی رو خلق کنید. یکیش عرض کردم، اولش اینه که شما در واقع نهاد تبعیض رو بردارید.
نهاد تبعیض هم جز با قبول حقوق برابر برای همه شهروندان ایجاد نمیشه. حقوق برابر برای همه شهروندان وقتی ایجاد میشه که شما مفهوم ملت رو جایگزین مفهوم امت بکنید. بنابراین این تکلیفاش از نظر تئوری روشنه. جامعه هم به نظر من پذیرفته. مهم اینه که هنوز اون شبکه قدرت که به نظر من از تاریخ بیرون افتاده، اون شبکه قدرت هنوز نپذیرفته که این اتفاق در جامعه خودش رخ داده و هنوز میخواد در برابر این تحول مقاومت کنه. من فکر میکنم یواش یواش توی بدنه قدرت و دو شبکه قدرت هم در این بحث میشه که آقا نمیشه، قابل تداوم نیست. ممکنه در ظهور و بروز نداشته باشه و نه یا اعلام رسمی بکنن، ولی قطعا در نشستهای خودشون پذیرفتن که قابل تداوم نیست. همین که بحث حجاب رو عقب میندازن، یواشاش میگن آقا باید فیلترینگ رو برداریم، همش نشون میده که خود اونا هم پذیرفتن که این قابل ادامه نیست، ولی خب نمیخوان در واقع بیان رسما این بحث رو اعلام کنن که اشتباه میکنن، چون بعدش ممکنه خیلی دیر بشه. هرچی آدم به موقع اقدام بکنه بهتر از اینکه این داستان دیر بشه. نکته دومی که وجود داره بحث رقابت. یعنی شما در واقع اگر یک شبکه، یک سرمایه اجتماعی داشته باشید، بعدش باید اساساً توسعه بر مبنای رقابت باشه. حالا چه موقع توسعه سیاسی، رقابت بین اندیشه‌ها و گروه‌های سیاسی، و چه توسعه اقتصادی بر اساس رقابت بین کارایی و کارآمدی، حالا چه دانش، چه کالا، چه هر خدمت و هر چیزی که وجود داره. اساساً رقابت مبنای توسعه هستش. بدون رقابت امکان توسعه وجود داره. خب رقابت در چه حالتی صورت میگیره؟ رقابت باز بین بازیگران هم اندازه صورت میگیره. اگر قرار باشه یه بازیگری هم روی شبکه امنیت تسلط داشته باشه، هم روی شبکه نظامی، هم روی شبکه اقتصادی، با یه بازیگر دیگری که اساساً یلا قباست، که خب اساساً این رقابت شکل نمیگیره. بنابراین باز توسعه هم مفهوم تهی میشه. بنابراین اگه موقع بخش خصوصی رشد کنه، باید اول کاری که بکنیم موانع مرتفع کنیم. موانع که مقررات نیست، که موانع بازیگرایی هستن که اصلا اجازه ورود به بخش خصوصی رو در عمل نمیدن. ممکنه در بیان بگن، ولی در عمل اساسا امکان نداره. چون وقتی یه غولای بزرگی دارید توی نهاد عمومی غیر دولتی، حالا یه کسی بخش خصوصی بخواد ورود پیدا بکنه، این ورود اصلا امکان پذیر نیست. نهادهای نظامی اینا رو از حوزه اقتصاد خارجشون کنه و در واقع من اسمشو میذارم امنیتی زدایی از محیط اقتصاد ایران. اینا رو خارجشون کنید. اقتصاد بشه رقابت بین بازیگران هم اندازه، هم از جهت حقوق و هم از جهت دسترسی به منابع. شما الان برگردید، متاسفانه اطلاعاتش منتشر نشده، ببینید که مثلا بهره بردار اصلی این بیش از 100 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی که در واقع تسهیلات داده، کیا استفاده کرد؟ چقدرش بخش خصوصی خالصه، چقدرش نهاد عمومی غیر دولتی؟ خب قطعا بخش اعظمش نهاد عمومی غیر دولتیه. خب توی همچه شرایطی اصلا اینه که بگیم آقا بخش خصوصی محوره، که بیشتر عرض خدمت شما که یه رتوریکه باید مقدماتش فراهم کرد. مقدماتش اصلاح مقررات تنها نیست، اصلاح مقررات نیاز داره، ولی افزون بر اون اصلاح ساختار بازیگران اقتصادی هم هست. خیلی کسا باید از بازی اقتصادی ایران خارج بشن و با اقتصاد ایران رو بسپارن به بازیگرای هم‌اندازه. در اون صورت سرمایه اجتماعی شکل میگیره. این نکته مهمه. به عنوان سوال آخر، حالا چون بحثمون در مورد آینده ایرانه، آیا شما خوشبین هستید با آینده ایران در این فضای انفعالی که ازش صحبت کردیم در مورد کاهش سرمایه اجتماعی، وضعیت نابسامان اقتصادی؟ آیا دریچه‌های امیدی برای آینده ایران وجود داره؟ نکنید من چون که تحلیلم برای این که اون پارادایم شیفت، تغییر انگاره، استحاله اجتماعی رخ داده، تمام شده. تحلیلم این نیست که باید رخ دهد.
من میگم رخ داده، تمام شده. این بنابراین به نظر من ما یک گام پیش رفتیم. حالا گام دوم ما در یک دوراهی قرار گرفتیم، یه دوراهی توسعه و یه دوراهی راه خروج از جریان تاریخ. فعلا اون راهی که در واقع خروج از جریان تاریخ شبکه قدرت رو در دست داره، ولی خودش هم به این نتیجه رسیده که راهکاراش هیچ کارایی نداره و در واقع بنابراین میتونم بگم خوشبینم به دلیل اینکه استحاله رخ داده. و چون که استحاله رخ داده الان همه دنبال اینن که باید یک کاری کرد، باید یه اتفاقی رخ بده، باید با جهان گفتگو کنیم، باید در واقع ملت ایران برن به سمت ارشد، دستیابی به حقوق شهروندیشون. یه سری باید تبدیل شده به اجماع و به ارشد باور عمومی. خب این خیلی نکته مهمی است. خیلی هزینه شده، هزاران انسان شهید شدن و میلیاردها دلار مصرف شد تا به یک همچین موقعیتی رسیدیم. چون که تو یک دورایی قرار گرفتیم، هم میتونی خوشبین باشی هم میتونی بدبین باشی. من خوشبینم به دلیل عرض شود سطح آگاهی عمومی و دانش عمومی. سرجم خوشبینم، هرچند که شبکه قدرتم خیلی خیلی جان سختی میکنه. مرسی آقای دکتر، خیلی استفاده کردم. زنده باشین قربان، خیلی متشکرم. مرسی واقعا. ممنونم.